و ذریه فرزندان داریم. خب از حضرت آدم علیه السلام این جمله تو پیغمبر ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی اولین نبی حضرت آدم علیه السلام بود. اولین نبی حضرت آدم علیه السلام بود. و ملاقبدنی جا بیا، ملاقبدنی بالاتر چی؟ این بالاتر این بینی بچه کنده چی؟ انا میجونی خدا برکت بیاره. الله سبحانه و تعالی میگه که ما پیش از تو ای محمد علیه السلام رسول ها را فرستادیم. خب نبی اولین نبی حضرت آدم علیه السلام بود و اولین رسول حضرت نوح علیه السلام بود. اگر ما با جمله پیغمبران الله سبحانه و تعالی چی دادیم؟ زن دادیم و ذریه فرزند دادیم. مثلا حضرت آدم علیه السلام حوا را در جنت الله نکاش کرد، خطبخوان حضرت جبریل بود. خب وقتی که به زمین الله سبحانه و تعالی اهبطوا منها جمیعا گفت فرود برای زمین برای چی؟ برای فرود آمدن آدم علیه السلام الله نقشه داشته که آدم علیه السلام زمین بفراید و توحید یک تا پرستی را در مردم تعلیم می‌دهد که خالق ما و شما یگانه الله هست. یعنی هیچ کس جای الله را گرفته نمی‌کنه در خالقیت. ما و شما این حاضی ما و شما یکو که برای چی همینجا آمدیم؟ برای که ابراهیم جان زن میگیره. ما برای توی آمدیم که ابراهیم جان نکاح میسازیم. میگه که فرزند بزرگ نکاح را بزرگ بشه. ببینید که نکاح چقدر قدر داره. نکاح بین حلال و حرام جدا میکند. یعنی تا نکاح نشود بچه حق نداره که دست دختر بقفه. این بعضی ها میگن که اول بریم زکس کنیم دستش میگیره، حرام دستی زنش قبیدن، زنش نیست. وای تا نکاح نشود زنی بچه شیده نمیتوند. تا نکاح نشود نکاح کشید بعد حق داره که دستش میقبی کجاش میقبی اختیار داری. حتی تا نکاح شدن حق نداره جوان قطعی عروس شوندهش تلفن قطعی گپ زنه. برای چی؟ برای که یک شب گپ میزنیم دیم شب نعوذ بالله به کارهای حرام دست میزنیم. فلان جا تا نشان بوده، فلان جا تا نشان بوده، میشه نعوذ بالله به سوی زنا میری، فریبش میکنی که من ترا میگیرم. خب تا نگیری حق نداری که به درش تماشا کنی، دست قلیده نمیتونی. برای این سبب الحمدلله رب العالمین نکاح یک عبادت است. وقتی که نکاح میشه صاحب فرزند میشی، صاحب پدر میشی. ترا پدر میگن، زن تا مادر میگن ما و شما اوچه داریم، اوته داریم. مردگیاش خدا رحمت کنه. ما و شما را الحمدلله الله آفرید ای پدر و مادر. یعنی ما اوچه جان میگیم. اگر جوانا مادرشون کاش که اوچه جان بگوین، کمپیر نگوین، اوچه جان بگوین. این از همین که جوانای زیبا داره میجا. خب باز یک سوالی مرا یگان تا جواب گفته نمیتونید. کی گفته میتونه که یک بار ازاری اوچه ما شوشتم. این همی قبوهی ما میکنید تو حاضر ترسکاتون و مادراتون میشوه با میتی پوش گفته کو کدام موجیک میشید که ازاری اوچه جان تشته باشی. شما که موجیکی نیستی بچم، شما داد زده میتونید طرفی مادر ها اوچه اوقاتی مرا تیار کردی، یگان بار طعام تیار کردی برای مادرات نکردی. ای کوچه میشینی لغلق کرده میداری با داد طرفی مادر میزنی. الله چی گفت؟ فلا تقل لهما اوف. طرفی پدر و مادر اوف نگو. ولا تنهرهما آواز بلند نکن. و قل لهما قولا کریما. الله میگه سخن زیبا بگو قدی پدر و مادر. کو بسنجخته طرف مادر چه سخن میگی؟ کو یک بار بسنجخته، کو یک بار گردن مادر تا بو کشیدی؟ چخیل بو داره مادر؟ بازی بوی مادر را نمیدونی شما. اما مادر شما را بو میکشد. ما در تاجیکستان یک چیز در کردم در همین کروناویروس. یک روز یک دو جوان آمدن، یک رفیقش گفت با 20 سوال داریم. گفتم گوزم بچم، گفت این همین رفیق ما مادرش کروناویروس شده، خانه مادرش نمیتونه که یکی کسلی در ما میگذره. گفتم کاش که بچم تو کروناویروس شدی بمری تو. این خیلی فرزند بی‌ناموس. اگر روزی تو کروناویروس شدی مادرت میداره تو را چیکار میکنه؟ بوسه میکنه ای سر و رود. تو چیکار کردی؟ اینی خیلی شما بچه بی غیرت اید. مادر کسل در خانه
پسر نمیداره احوالش فرض که اوچه جان چی داری ای همون حولی میداره میگرد نمیره ای اگر برعکس باشه چی پسر کرنوی رو شوه چی مادر میداره ای نوکی ناخونت موریده گریه کرده بوسات میکنه میگه کاش که ما بمرم بچم ساعت شوه سبحان الله میدونید اوفی مادر چقدر زیباست میدونید اوفی بچه چقدر پست است اوفی مادر وقتی که بچه کسل شود مادر اوف میکشه اگر یگان دوگانش پرسه چوه دوگانه اوف میکشی راضی میگه دوگانه بمرم عمری بچه ما الله دراز کنه لیکن اوفی بچه را جورش پرسه چی میگه بچه همین اوچم پیر شده یا بمره همین پدر پیر شده که میمرده باشه برای سبحان الله امیر جوانو شما بدونید که اگر بخواید آبرو بگیرید اوچه جانات اوچه جان بگید کمپیر نگید من چی برای شما میگم شما زیغ نشید باز اگر در یکم کارخانه کار کنی میری هر سحر کابینت شفت میدروی شف اوچم خیله اوچی شفت اوچه میگی پدرش پدر جان میگی نیکی خانه به طرف مادر کمپیر خیلی میگی به خاطر دو سمپلی حرام اون همون شف زیناکار عرخورت اوچهش اوچه میگی یکی مادری خود چی میگی کمپیر میگی حالا که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کسی مادرش کمپیر بگو گناه کبیره نوشتمش در نامش برای که تو کی برداری تو پسر نمیکنی مادرت تو زبانی تو نمیگره برای اوچه جان گفتن برای چی برای که خموشی که نیستی که طرف بعضی اوچه جان گفته بتونی اون مردی مسلمان جوانی مسلمان مادرش اوچه جانی ما میگن جانی ما میگفته میتونه جوانی مسلمان گفته میتونه جوانی عرق نوش و جوانی زیناکار مادرش اوچه جان گفته نمیتونه ها کمپیر چی خیلی میگن با در تلفن وحیمه کرده چی میگن سلام علیکم اوچه بمری معنای سلام مرگ حتی سلام نمیتونی السلام علیکم اوچه جان گفته نمیتونی یا که سلام علیکم اوچه جان گفته نمیتونی سلام علیکم سلام مرگ بمری مرگ بر تو باد در حدیث حبة السوداء پیغمبر علیه السلام میگه که وقال النبی صلی الله علیه و سلم حبة السوداء شفاء لكل داء الا الصام سیاه‌دانه برای جمعی دردها شفای بغیر مرگ صام مرگ برای این سبب ما و شما در نکاح حضور داریم الله سبحانه و تعالی ما و شما را در چند آیات ها چی میگه و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا الله از نفس ما و شما زن آفریده است و جعل بینکم موده و رحمه الله سبحانه و تعالی در بین جوان و این در بین ابراهیم جان عروسش بعد نکاح چی میاندازه محبت میاندازه حالا که یکدیگر را ندیدین وقتی نکاح شوه یکدیگر را دوست میدارن برای آرامیش زن برای آرامیشه الحمدلله العالمین وقتی که نکاح کردی همخوابگی کردی چی میشی طبق فرموده جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه وقال النبی صلی الله علیه و سلم یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج پیغمبر علیه السلام میگه که ای جماعت جوانان اگر از بین شما کسی قوت داره برای زنگیری پول و مال داره زن بگیره برای چی برای که چشمش از نامحرما باز میسته و فرجش از زنا باز میسته یعنی زن انسان جوانی با قوت چیکار میکنه از راه زنا باز میدارد یعنی وقتی زن گرفت جوان الحمدلله میگه زن دارم زنا نمیکنم قبی دخترای بیگانه برای چی برای که زنا کردی بچه‌م خواهرت زنا میکنه مادرت زنا میکنه بعد یه چیره جوانا را میگم که قرآن سوره نور دا میگن بچه زیناکار دختری پاکدامن نکاحش درست نمیشه کدام بچه که زیناکار است دختری پاکدامن نکاح که نکاحش درست نمیشه باید دیر بچه رفت رنگ خودش یک دختری فاحشه را بگیره بعد نکاحش درست میشه و دختری فاحشه هم حق نداره که جوانی پاکدامن را بگیره رنگ خودش یک زیناکار را بگیره حق دختری پاکیزه بچه پاکیزه در کار الطیبات للطیبین الله میگه زنهای پاکدامن دخترهای پاکدامن برای بچه‌های پاکدامن است و الخبیثات للخبیثین ناپاکا برای ناپاکاست این قرآن میگه برای این سبب الحمدلله العالمین پیغمبر علیه السلام میگه جماعت جوانان کسی از شما قوت زنگیری داره زن بگیره برای که چشمش ای نامحرما پاک میسته و فرج ای زنا باز میسته فمن لم یستطیع اگر قوت جسمانی داری پول نداری
فعليك بالصوم روزه بگی فانه لك وجاء. ترى چیکار میکنن؟ شهوت میکشد. روزه دوشنبه پنجشنبه روزه بگی تا زنگیری تا ان شاء الله از زنا باز میستی. و پیغمبر علیه الصلاه و السلام در حدیث سنن آمده است که اربع من سنن المرسلین، 4 کار از سنت پیغمبرای پیشین است. یکمش چی است؟ التعطر، عطر زدن. پیش یه جا رفتن عطر بزن، بشو تنهازی تابستان تیکش بو نکنن. ای بای که سبحان الله جوانی، من جوان ناسکش نکاح نمیکنم، ناسکش سکی زن شود. ناسکش چی؟ زنگیری چی؟ استغفر الله العظیم. ای بای پیغمبر علیه السلام میگه ان الله نظیف یحب النظافه، الله پاک است، پاکی را دوست می‌دارد. ان الله جمیل یحب الجمال، الله زیبایی را دوست می‌دارد. جوانی ناسکش باید یک چی دارد؟ سرش پایان مونه بچم، حق نداره طرفی سر زنش سرش مونه. جوانی ناسکش وقتی خواب رفتنده بوریش ته مونه، بعد ساز میشه، طرفی سر زنش حق نداره مونه. برای چی؟ برای که یک توالت خواب میره. میدونی ناس چقدر پلید است. لا ضرر ولا ضرار. پیغمبر علیه السلام میگه مسلمان کسی است که نه در خودش نه در کسی زیان نمیتید. تو هم خودت زیان هم زنت زیان. یه بورته کورپا کنه زنت خوش میره بیچاره. یا که اجوش بوسه که این ناس نوز بالله در دل ناس پیشاب هم هسته، اوهک هم هسته، همه جاش زرجه نمیشه. او رو اینفکسیونی بردن در پیغان جوشه اشنایی کردیم مگه ما باید اینفکسیونی بریم. حالا که باید سبحان الله باید مرد ایلوی زنش